امسال به قیمت پارساله. میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله. خیلی هم عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال. اینجا جهانی که تو اون زندگی میکنیم، جهانی که هر کس از زاویه نگاه و با عینک خاص خودش میبینه. فقط یه بار بذار با چشمای خودم بهت نگاه کنم. مکانی که توش زندگی میکنیم و پدیده های اطراف ما جهانمون رو شکل دادن. شاید تو نگاه اول متوجه ریشه های این پدیده ها نباشیم، اما وقتی دقیق‌تر میشیم در میابیم که همه اونها زاییده یک جهان ذهنیه. اینجا چون چیزی میدونی، اون چه میبینی نمیتونی توضیح بدی اما حسش میکنی. جهانی که زندگی و نظام فکری پدید آورنده ها تو اون شکل گرفته، پیش رفته، امتداد یافته و به پدیده های اطراف ما رسیده. به این فکر کن که آیا میشه در یک فرایند مهندسی معکوس از پدیده ها دریچه‌ای به نظام های فکری امتداد یافته از اونها باز کرد؟ ادراکات بشری گاهی به راحتی فریب میخورن. به اونها اعتماد نکن. ناخودآگاه من که به نظر خیلی معذبه. صبر کن، اون روشونم میبینی. هیچ کس دوست نداره حس کنه یکی با ذهنش بازی میکنه. شما به آنچه میبینید فکر میکنید و اکنون بیننده یه چیزی هستید که من فکر میکنم. اینجا جایی برای گفتگو در امتداد پدیده ها به سمت ریشه ها، جایی برای آغاز و پایان دیدن با عینک، جایی برای پیدا کردن امتداد. ما به چه اینا داریم سن؟ چه تو این دنیا خوبی هم هست آقای فرودو. ورزش جنگیدن داره. این مرد پسر محبوب هالیوود است. استیون اسپیلبرگ در 4 دهه اخیر توانسته لقب بت هالیوود را به خودش اختصاص دهد. او فیلمسازی متعلق به اوج دوران جنگ سرد است. کارگردانی صاحب سبک که یادگارهای ارزشمندی برای هالیوود به یادگار گذاشته. اسپیلبرگ یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین سازندگان فیلم در هالیوود است. او یکی از آغازگران جریانی در سینمای هالیوود در دهه 70 بود که به آن سینمای کارگردان‌ها می‌گفتند. اسپیلبرگ با ساخت فیلم‌های خود دوران فیلمسازی کلاسیک هالیوود را کنار زد و یک سینمای متفاوت ارائه داد. در دهه‌ای که فیلم‌های ماندگاری ساخته می‌شدند، او با ساخت آرواره‌ها به جمع کارگردان‌های هالیوود پیوست.
کارگردانی که هم جمع منتقدان و هم تماشاگران را راضی می کند. آرواره‌ها در سال 1975 در ماه اول اکران 60 میلیون دلار فروش کرد. پل جاسوس‌ها، ایتی، ایندیانا جونز، کاپیتان هوک، بازیکن شماره 1 و برخورد نزدیک از نوع سوم از آثار ماندگار اوست. یکی از خاطر انگیزترین آثار او در سال 1993 بر اساس رمان مایکل کرایتون ساخته شد، فیلم پارک جوراسیک. Dr. Grant, my dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park. The most advanced amusement park in the entire world. What do they got in there, King Kong? We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. How'd you do this? I'll show you. این اثر در اکران اولیش تبدیل به رامین جان، فکر میکنم که اولین باری که در واقع اسپیلبرگ برای من خیلی جدی شد زمانی بود که شنیدم فیلم پارک جوراسیک رو ساخته. چون من قبلش رمان پارک جوراسیک که مایکل کرایتون نوشته خونده بودم، همش این تصور رو داشتم که خیلی عالیه. این فضایی که مایکل کرایتون داره توصیف میکنه اگه فیلم شه چه شکلی میشه، این اتفاقات تو ذهنت دکوپاژ هیجانی که داشت خیلی برام جذاب بود و خیلی جالبه. من بر اساس در واقع ایده دی ان ای که ما دی ان ای رو بازسازی کنیم و دوباره از توش در واقع موجود جدیدی رو بخوایم بسازیم، خودم با نگاه به کتاب مایکل کرایتون داستان نوشتم و خب اوان نوجوانی بود دیگه، یعنی فکر میکنم حالا شاید 17 سال شاید این حدودا بود، تو میشه گفت نوجوانی جوانی، یعنی یه فاصله اینطوری. عرض به خدمت شما که و میرفتم این طرف اون طرف با مثلا دکتری آزمایشگاه، جایی که فکر میکردم ممکن راجع به این موضوع اطلاعات داشته باشم، اطلاعات علمی بگیرم که بتونم داستان خودم در واقع بنویسم بر اساس. جالب. و هنوز فیلم رو ندیده بودم، یعنی هنوز پارک جوراسیک رو ندیده بودم و نمی‌دونستم اسپیلبرگ مثلا چه کار کرده تو این اتفاق. منتها هر جا رفتم مثلا هیچ کس نمی‌دونست دی ان ای چی هست که بخواد کمک کنه به من که حالا من بخوام فیلمنامه‌مو باهاش کامل کنم. و خب فیلمنامه موند و انقدر موند که فیلم در واقع اون موقع هم خاطر تصویر نوار در واقع ویدئو می اومد. آره. انقدری گذشت که اون نوار ویدئو رسید به ایران و بلافاصله فیلم رو دیدم و فکر می‌کنم همون روز اول 3 بار پشت هم دیدمش. یعنی جدی انقدر برام جذاب بود این اتفاق. و خب موقع زیرنویس و اینا هم نبودی، باید زبان اصلی نگاه می‌کردی. من مدام با کتاب تطبیقش می‌دادم اتفاقات رو. خب این اولین باری بود که اسپیلبرگ برای من خیلی جدی شد و از اونجا به بعد بود که دیگه آثارش رو دنبال کردم و خیلی حتی خیلی از فیلم‌های قدیمیش رو من بعد از پارک جوراسیک دیدم. اول پارک جوراسیک برام خیلی مهم شد، بعد کارهایی مثل برخورد نزدیک از نوع سوم یا دوئلش رو به خدمت شما، ایتی رو اینا رو بعدش خیلی برام مهم شد اینا. اما چیزی که خیلی جذاب بود تو شناخت اسپیلبرگ و اینکه جهانی که داشت تصویر میکرد برای من خیلی جذاب بود، این بود که اسپیلبرگ یه چیزی فراتر از اون جهان سینمایی رو انگار تو فیلمش داره، انگار یه چیزی رو داره به شما میگه، یه حرفی داره تو فیلمش میزنه، یه پیامی آفرین داره بهت میده که این چی میگن تار و پود فیلمه، یعنی بافته شده تو عناصر، یعنی اون محتوا و پیامش با فرم کامل در هم تنیده است. اگر قائل به تفکیک فرم و محتوا باشیم باید بگیم که فرمش در خدمت محتواست. دقیقاً اینطوریه. و خب هرچه که گذشت و این سالهایی که طی شد، مشخصا به نظر من به این رسیدیم که اسپیلبرگ واقعا داره یک حرف بزرگ و یک در واقع مفهوم جهانی رو برای خودش تصویر کرده
و حالا این مفهومی که تو ذهنش هست رو در قالب اون نگاه فیلمساز که حالا میشه گفت فلسفه این فیلمه داره به مخاطبش ارائه میکنه. حالا به فلسفه اشاره کردی، شاید اسپیلبرگ رو نتونیم هم ردیف کارگردانایی مثل کوبریک و تارکوفسکی و کوروساوا و بلاتار و هانکه و برگمان بدونیم که حالا حرف فلسفیشون رو صریح میان تبدیل میکنن به یک تصویر سینمایی، اما واقعا همینطوره. یعنی اصلا ذاتی سینما یک ارتباطی با فلسفه داره. به قول ژیل دولوس که میگه سینما داره ابداع مفهوم انجام میده، تولید مفهوم به زبان تصویر داره انجام میده و این یعنی همون فلسفه. یعنی سینما رو با این تلقی میشه مساوی با فلسفه گرفت، اگر فلسفه رو به معنای عام کلمه بگید. با این تفاوت که من اینو اضافه کنم، اسپیلبرگ داره عموم مردم رو با این تفکر و فلسفه پیش میبره. یعنی اون فیلم سازی که مثلا تبدیل میکنه انگار به رویا و یک جهان رویایی میسازه، همه میتونن بشینن و نگاهش کنن. خیلی از این فیلم سازایی که مثال زدی خب خیلی اصلا نمیتونن فیلماشو آره قشر خاص میبینن دیگه. آره یه قشر خاصیه و اون در واقع برد جهانی رو براش نداره. اما فیلم‌های اسپیلبرگ به قدری جذابه که شما هر جای دنیا با هر تفکری وقتی مقابل این در واقع پرده نقره‌ای قرار میگیری و یا در مقابل تلویزیون خونت نشستی و داری این فیلم رو نگاه میکنی، مجذوب این اتفاقات میشی و حتی وقتی فیلم تمام میشه دوست داری دوباره از نو یک بار دیگه این کار رو ببینی. کاری که اسپیلبرگ میکنه به نظرم اینه که خیلی خوب برای مخاطب عام داره صحبت میکنه. دقیقاً. و شاید این یک عمد خیلی مهمی پشتش هست که نمیخواد اصلا مثلا هانکه فیلم بسازه. اصلا میخواد جوری فیلم بسازه، جوری حرف بزنه که برای همه قابل فهم باشه، ببینن و بفهمن. و خب با روی کردی هم که تو استفاده از عناصر مختلف تو فیلمش داره، اینو مشخصه. مثلا وقتی که از بچه‌ها زیاد استفاده میکنه و به نوعی در واقع داره درگیر مسائل خانوادگی میشه، اساساً عام مردم، عام خانواده ها مد نظرش هستن. یعنی زبان سینما رو کامل شناخته و ارتباط بین پیامش و فرم رو به درستی داره برقرار میکنه. یه حرفی میزنه که قشنگ در دل مخاطب رسوخ میکنه و اثر خودش رو میذاره. تکنولوژی یکی از درون مایه‌های مورد علاقه استیون اسپیلبرگ است. به عنوان مثال فیلم جنگ دنیاها که اثری علمی تخیلی بر اساس رمانی به نوشته H.G. Wells پدر علمی تخیلی است. وسیله‌های سه‌پایه جایگزین موشک‌های استوانه‌ای فضایی‌ها شده. با حمله فضایی‌ها ما ابتدا با تکنولوژی قدرتمند این موجودات روبرو می‌شویم که هیچ نمونه زمینی ندارد و هیچ چیز جلودار آنها نیست به غیر از باکتری‌های موجود در هوا. راوی در پایان توضیح می‌دهد که مرگ بیگانگان ناشی از ناتوانی سیستم ایمنی آنها در کنترل میکروب‌های بیشمار در زمین است که خدا برای حفاظت زمینیان قرار داده است. From the moment the invaders arrived, breathed our air, ate and drank, they were doomed. They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed, by the tiniest creatures that God in his wisdom put upon this earth. اسپیلبرگ در این سالها تلاش کرده جهانهای متفاوتی را در ژانرهای مختلف خلق کند. جهانهایی که او می‌سازد سرشار از موضوعات خانواده، متافیزیک، اخلاق، فلسفه و تکنولوژی است که جهان پیرامون خود و مخاطبانش را شکل می‌دهد. سهیل جان، به نظرم کاری که اسپیلبرگ داره رقم میزنه، اون جهانسازی که داره انجام میده، اون دریم ورک به قول خودش، رویا سازی که داره انجام میده، این یک تخیل خام نیست، تخیلی نیست که صرفا تخیل کرده باشه. انگار یک ایده، یک کانسپت، یک مفهومی تو ذهنش هست،
اینو میاره تبدیل به ایمیج میکنه، ایمیجی که ظرفیت برانگیختن ایموشن داره، یعنی برانگیختن احساسات رو در مخاطب با شناخت کامل مخاطب و همزمان داره تولید مفهوم اتفاق میفته در ذهن مخاطب. صرفاً یک تصور یا یک تخیل خام شکل نمیگیره، یک تخیلی داره توأم با تولید مفهوم اتفاق میفته که این خروجی کار اسپیلبرگ رو ما در جهانسازیش داریم میبینیم. وقتی از تخیل حرف میزنه، وقتی در ژانر ساینس فیکشن و ژانر تکنولوژیک داره کار تولید میکنه، این در واقع به معنای یک تخیلی نیست که امکان وقوع نداره. ما تو بحث امکانها و امر امکانی سه حالت داریم. یه موقعی شما یک تخیلی دارید، این امکان علمی داره ولی امکان تکنولوژیک نداره، یعنی تکنولوژی و دانش تکنولوژیک بشر به جایی نرسیده که بتونه این رو محقق کنه. اما در تئوری های علمی میشه بهش فکر کرد. آره میشه بهش فکر کرد و اصلا خب تئوریش وجود داره، مثل این بحث انحنای فضا، شکست ابعاد و این جهانهای موازی و اینها که در تئوری ریسمان و نظریه کوانتوم داریم این رو. اما خب امکان پذیر نیست، یعنی امکان پذیر نیست من یک سفینه‌ای درست بکنم که نزدیک به سرعت نور یا به اندازه سرعت نور حرکت کنه، امکان تکنولوژیکش نیست. خب امکان علمی هم یعنی اینکه الان راجبش فکر شده، بحث شده و امکان علمیش وجود داره، اما نظریه پردازی کردن. دقیقاً نظریه‌های علمی وجود داره، اما امکان منطقی به این معنا که مثلا ما یک حرفی بزنیم که به لحاظ منطقی ممتنع باشه، اسپیلبرگ این نیست. بله. یعنی نمیخواد ذهن مخاطب رو ببره به یک ایمیجی برسونه که اون اصلا به لحاظ منطقی امکان محقق شدنش نیست. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، تصور دایره مربع، از این جنس کارا نمیخواد بکنه دیگه. پس امکان منطقی داره، یعنی ما میتونیم بهش فکر بکنیم. بعضا امکان علمی هم داره، حالا شاید امکان تکنولوژیکش وجود نداشته باشه. این ایده که در ذهن اسپیلبرگ داره شکل میگیره برآمده از فرهنگ، برآمده از اون مسیر تفکری که در غرب طی شده و عینیت پیدا کرده در قالب جامعه آمریکایی، روح آمریکایی و فرهنگ آمریکایی، و البته اسپیلبرگ بهش پایبنده و هنر خودش رو در راستای اون داره جلو میبره. حالا من پیرو اون نکته‌ای که در مورد مسائل علمی گفتی، در مورد آثار اسپیلبرگ یه چیز خیلی شاخصی وجود داره، اونم اینه که به شدت علاقمند هست که ما رو به یک آینده‌ای پرت کنه تو کارهای علمی که داره انجام میده، که این آینده ضمن اینکه قدرت تحقق داره، ضمن به ما این در واقع امکان تصور رو بده که وقتی به اونجا رسیدیم چه اتفاقی رخ میده. یعنی یک آسیب شناسی انگار میخواد از آینده ارائه کنه. این آینده تکنولوژیک وقتی که به ثمر نشست، حالا ممکنه چه آسیب‌هایی داشته باشه، چه خطراتی میتونه داشته باشه. و جالب اینه که این رو با مسائلی که در واقع توی خانواده ممکنه رخ بده در هم میامیزه. یعنی توی یک رابطه خانوادگی که غالبا حالا یه رابطه یک کودکی با پدرش در واقع داره قصه روایت میکنه به خاطر اون پیشینه‌ای که خود اسپیلبرگ داره و خب به قول امروزی‌ها فرزند طلاق دیگه به نوعی، به خاطر اون رویکردی که خودش توی سینما داره و در واقع جهان رو با این نگاه میبینه. بچه‌ای که خانواده‌اش اصلا پاشیده و حالا این اتفاق جهانیه که اتفاقا بیس تکنولوژیکی هم داره، مثل اتفاقاتی که توی مثلا جنگ دنیاها رخ میده، مثل اتفاقاتی که تو خود ایتی هست، مثل اتفاقاتی که توی پارک جوراسیک داره رخ میده و خیلی از این فیلم ها که اینطوری ساخته، تو همشون اینطوریه که این بیس خانواده از طریق این در واقع آینده دوچار یک تهاجمی هست، دوچار یه آسیبی داره میشه. حالا اینا باید با همدیگه جلوی این اتفاقه رو این شکلی بگیرن. یک نگاهی به آینده داره که به نظرم داره آینده سازی میکنه و این آینده سازی لاجرم به جهان سازی رخ میده، در واقع ایجاد میکنه. بذار جمله رو اینجوری اصلاح کنم، این آینده نگریه میتونه نوعی در واقع جهان سازی بکنه برای مخاطب. فقط آینده گرافی نیست، یعنی رویکرد فیوچرولوژیکی که داره اسپیلبرگ انگار مثل ژول ورن میخواد آینده رو بسازه و اصلا عرصه هنر عرصه خلق دیگه. یعنی بهترین ابزاری که میتونه برای این شکل دادن آینده ازش بهره بگیره، این جهانی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، و اینجا اسپیلبرگ در مقام کارگردان مؤلف اون جهانه و کریئتور اون جهانه، داره به بهترین شکل با سینما که اتفاقا اگر هنری بهش نگاه بکنیم عرصه خلقه داره اتفاق میفته.
دقیقا همینطور. و انقدر تو این کار موفق بوده که خب میدونید بیشترین فروش فیلم رو در جهان داره، یعنی بالاترین میزان بسیار فروش. محبوبه. بله بسیار بچه محبوبیه تو هالیوود و آثاری هم که ساخته مبلغ پسر خوب هالیوود بهش میگن. پسر محبوب هالیوود. پسر محبوب هالیوود. آره. سینمای هالیوود از بدو تولد اتکای زیادی به سرمایه داشته. در نتیجه کارگردانانی مورد ستایش قرار می‌گیرند که بتوانند پول زیادی نصیب سرمایه گذار بکنند. اسپیلبرگ سلطان بیچون و چرای صنعت تجارت هالیوود است. اما این چهره پولساز هالیوود هیچگاه نتوانست جایزه اسکار را به خانه ببرد مگر با فیلم سینمایی فهرست شیندلر. در واقع علت بارش اسکار بر سر این فیلم چیزی جز ستایش یهودیانی که سردمداران کمپانی‌های بزرگ هالیوود و صنعت سینمای آمریکا هستند نیست. یکی دیگر از آثار بقایت ایدئولوژیک اسپیلبرگ مونیخ است. این اثر به ماجرای عملیات مسلحانه در المپیک مونیخ آلمان اشاره دارد. او از سبک فیلم‌های اکشن پروپاگاندایی آرنولدی که مشخصاً چهره غیر واقعی و کریه از مسلمانان نشان بدهد پرهیز کرد و در عین حال در جریان کلان اسلام هراسی و تطهیر صهیونیست‌ها بود. اسپیلبرگ را باید یک کارگردان ایدئولوژیست یهودی نامید که توانست جنبه صنعتی، رسانه‌ای و هنری سینما را با عقاید سینماییش به حرفه‌ای ترین شکل ممکن ترکیب کند تا نشان بدهد میتوان فیلمساز ایدئولوژیست حرفه‌ای بود. او بیش از هر کارگردان دیگری به یهود ستیزی و کشتار یهودیان پرداخته است. استیون اسپیلبرگ اسطوره صهیونیستی سینمای هالیوود است. سوال میخوام ازت اجازه بگیرم و بگم که سینمای اسپیلبرگ یک سینمای ایدئولوژیکه، یک ایدئولوژی صهیونیستی آمریکایی که به نوبه خودش التقاطی هست از سنت فکری لیبرال دموکراسی آمریکایی بین اون یهودیت و صهیونیسمی که این التقاط باهاش شکل گرفته و برآمده این رو، یعنی برآیند این رو ما در آثار اسپیلبرگ و جهان اسپیلبرگ داریم میبینیم. مبتنی بر ایدئولوژی صهیونیستی آمریکایی که اسپیلبرگ قرار پیام خودش رو در چارچوب اون تولید بکنه، یک جهانی که در سینمای اسپیلبرگ شکل گرفته مبتنی بر این ایدئولوژی سکولار اومانیستی و این ایدئولوژی آمریکایی صهیونیستی که به نوبه خودش داره روح آمریکایی رو میسازه، روحی که ارزش‌های آمریکایی و رویای آمریکایی رو در دل خودش داره و قرار بیداری آمریکایی رو رقم بزنه، قرار منجر به این بشه که ما یک سبک زندگی آمریکایی رو داشته باشیم که در این سبک زندگی انسان‌ها با هویت برآمده از اون روح آمریکایی دارن زندگی میکنن و همه اینها در هم تنیده است با اون رویکرد صهیونیسم میلیتنت آقای اسپیلبرگ. این رو خوب تونسته تبدیل به رؤیا بکنه، یعنی یک سینمای ایدئولوژیک که حرف فلسفی داره، اصلا این ایدئولوژی از دل اون فلسفه خارج شده و به نوبه خودشون فلسفه از دل اون جهانبینی غربی احساس شده و بیرون اومده. این رو تونسته تبدیل بکنه و بستش بده به یک جهان رویایی که همه مخاطبا حالا دارن اینو فهم میکنن. دقیقاً همینطور. حالا شاید شاخص‌ترین اثرش میشه به فهرست شیندلر در واقع اشاره کرد که ضمن اینکه بسیار فیلم ایدئولوژیکیه و
بسیاری از پیام‌هایی رو که در واقع نیاز هست تا اون رویای در واقع صهیونیستی ساخته بشه این فیلم داره حمل میکنه. انقدر براش مهمه و انقدر براش این مفهوم براش اهمیت داره که حاضر دستمزد نگیره و این کارو بسازه. یعنی تو این لول خب میدونید اساساً امکان نداره کسی بیاد و مجانی کار محض رضای خدا فیلم بسازه. ولی اسپیلبرگ این کارو میکنه. و فهرست شیندلر رو بدون اینکه دستمزد بگیره میسازه، چون احساس میکنه این بخشی از وظیفه اون هست. اون یک سربازی که در واقع آماده است تا خدمتش رو انجام بده به اون تفکر. میون کلامت محدود به اینم نیست. الان ما تو این وقایع اخیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه دیدیم که اصلا پول هم داد، حمایت رسانه‌ای هم کرد و ابایی از این کار نداشت. بله دقیقاً همینطور. و این یک در واقع سنت شده در هالیوود. یعنی هالیوود به یک سمتی رفته که حالا بزرگانی مثل خود استیون اسپیلبرگ خب این کارو انجام میدن، دیگرانی هم که میخوان وارد باشن باید تو همین جرگه باشن، تو همین صف باشن تا بتونن وارد بشن و کار کنن و این فضا رو در واقع ادامه بدن. یعنی یک جوری انگار که مجبورن، اگر تو این در واقع فضا نباشن اصلا دیگه نمیتونن کار کنن تو هالیوود. اصلا این موضوع به ذهن آدم متبادر میشه که آیا اصلا سینما از همون زمان پیدایشش، از مویبریج و حالا اون تاریخ‌های مختلفی که از برادران لومیر و اینها گفته میشه، آیا واقعاً اینطور بوده که در خدمت پیامی نیست؟ یعنی صرفاً یک سری تصاویره که مخاطب برای سرگرم شدن داره اون رو نگاه میکنه؟ ببین یه چیز جالب من بهت بگم، 1916 یعنی شاید 100 سال پیش هوگو مانستربرگ وقتی که هنوز سینما عنوان نداره، یعنی بهش نمیگن سینما، بهش میگن فوتوپلی، اونجا میاد میگه که از این به بعد مردم دوست دارن از این صفحه، از این پرده چیزی یاد بگیرن. یعنی شأن آموزشی براش قائل میشه و این نشون میده که خیلی خیلی قبلتر از اینکه امروز شاید بعضی ها متوجه شده باشن که سینما پیام داره، فلسفه داره، زیر متن‌های عمیق در واقع ایدئولوژیک داره، اون متوجه شده که این میتونه آدم‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار بده و اونها رو هدایت کنه به یه سمتی. حتی اگر تعمدن فیلمساز به این سمت نره که خودش بخواد یه پیامی رو بگه، خود ذاتی سینما رسانه بودنه. یعنی ما از اون موقعی که برادران لومیر یه عده‌ای رو به عنوان فیلمساز اعزام میکنن به کشورهای دیگه که فرهنگ کشورهای دیگر رو ازش تصویر بردارن و این جذابیتی که برای مخاطب داشته بدون سفر به اون کشورها اینها رو ببینن، همون موقعی که در واقع حالا سینما شاید با این تعبیری که ما میشناسیم، حالا میگفتن سینماتوگراف، از همون موقع به نوعی انگار داره تولید پیام و تولید مفهوم اتفاق میفته و این رسانه بودن سینما ذاتی خود سینماست، نه اینکه یه چیزی باشه ما از بیرون بیایم به سینما بخوایم تحمیل بکنیم. و اون بحث آموزشی که گفتی، اصلا ما قبلتر از خود هوگو مانستربرگ داریم آلیسکای بلاش رو که فیلم آموزشی انگار برای کودک و نوجوان تولید میکنه که حالا در واقع یک نگاهی هست به نحوه تولد فرزندان و اصلا ذاتی سینماست. و اسپیلبرگ به عنوان یک پرچمدار تو این حوزه که خودش هم شرکت امبلین اینترتینمنت رو داره و هم دریم ورکس رو داره که الان عظیم‌ترین کارهای سینمایی تو حوزه‌های مختلف انیمیشن اینا ساخته میشه، تا بازی‌های رایانه‌ای و هوشمندانه وارد میشه تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای. خب آثار خیلی شاخصی هم اونجا تولید کرده که نشون میده قرار هست که از این در واقع ابزار استفاده بشه تا اون ایدئولوژی وارد بشه توی خونه‌های مردم به هر شکلی که ممکنه و مخاطب رو به یک در واقع مخاطب فعال تبدیل کنه از طریق بازی‌ها. حتی مثلا تو بازی رایانه‌ای این همزاد پنداریه تو سطح حداکثری خودش داره اتفاق میفته دیگه. یعنی یک ماکسیموم سلف آیدنتیفیکیشن داریم که اتفاقا این پیامی که برای مخاطب منفعل در برابر پرده سینما نشسته شاید در سطوح پایین و با اثر کمتری اتفاق بیفته، در بازی رایانه‌ای ما حداکثر تاثیرگذاری رو داریم می‌بینیم و اسپیلبرگ اینو فهمیده و به درستی حرکت کرده به این سمتی که واقعا پیشتازه. یکی از مخاطبان اصلی بازی‌های ویدئویی کودکان و نوجوانانند که برای اسپیلبرگ اهمیت زیادی دارند. شاید به همین جهت است که اسپیلبرگ علی‌رغم موفقیت‌های بسیارش در عرصه سینما با 2 تن از دوستانش این بار کمپانی دریم ورکس را در سال 1994
تأسیس می کند. انیمیشن های این کمپانی بیشترشان در فهرست 50 انیمیشن پرفروش تاریخ سینما قرار دارد. شرک، ماداگاسکار، پاندای کنگ فو کار، چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم و بچه رئیس از جمله آثار ماندگار این کمپانی هستند. نام دریم ورکس در واقع هدف استراتژیک کمپانی است و به رنگ و بوی صنعت سینما و اهمیتی که بر رویاها و خلق اثرات خلاقانه متمرکز است اشاره می کند. رویا کار می کند. این بهترین تفسیر برای نام کمپانی است. Hey, do you want to see something cool? Jackpot! Yes! Let's get this party started! اسپیلبرگ که متخصص ساخت جهانهای مختلف است، این بار با ساخت رویا در ذهن مخاطبان کودک و نوجوان خود جهان آینده را می سازد. خب رامین جان، براش خانواده مهمه به خاطر اینکه خودش دوران در واقع نوجوانی سختی داشته. اینها یک زجر خیلی خاصی رو در واقع تحمل میکنن در نبود مادر و پدری که خب خیلی رابطه خوبی با بچه ها نداشته و مداوم درگیری هایی بین ایشون و در واقع پدرش وجود داشته و همه اینها باعث میشه که دوران کودکی خوبی براش رقم نمیخوره. انقدر تو ذهن اسپیلبرگ این تاثیرگذار بوده، انقدر تو جهانبینی اسپیلبرگ این تاثیرگذار بوده که عمده فیلم های اسپیلبرگ این ویژگی رو دارن که داستان یک کودکی هن که با پدرش در چالشه، در واقع کنش و واکنش این دوتا نسبت به یه واقعه بیرونی داره رخ میده. در بیشتر مواردی هم که حالا تا قبل از جنگ دنیاها کار کرده اسپیلبرگ، شرایط اینجوری بوده که اینها هیچ وقت نمیتونستن به یک در واقع همسویی مطلقی برسن. همواره اینها در حال گسست بوده این خانواده و نمیتونستن همدیگر رو بفهمن، حرف همدیگر نمیتونستن درک کنن. حالا من یه چیز دیگه اضافه بکنم به صحبتات. اسپیلبرگ چون دغدغه آمریکا رو داره، دغدغه سبک زندگی آمریکایی، دغدغه روح آمریکایی که گفتیم یک دغدغه ایدئولوژیک، اتفاقا ایدئولوژی صهیونیستی آمریکایی، این جامعه آمریکایی زمانی فرو خواهد پاشید و دوچار مشکل خواهد شد که خانواده به عنوان واحد جامعه دوچار مشکل بشه. خانواده‌ای که در جریان ایندیویژوالیزاسیون آسیب دیده، خانواده‌ای که به قول تو از هم گسسته، و این رو البته ما در فیلم‌های اسپیلبرگ می‌بینیم و به نوعی تعریف و نگاهی که به خانواده داره یک تعریف سنتی آمریکاییه که دوباره این خانواده رو بتونه باز تعریف بکنه، نظام خانواده رو شکل بده و چقدر براش مهمه. یه جورایی میتونیم بگیم که اسپیلبرگ رویکردش خانواده محوره، از این جهت که میخواد هویت آمریکایی رو حفظ بکنه. این هویت آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی، روح آمریکایی از خانواده و البته نسبتی که با نهادهای پداگوژیک و نهادهای آموزشی در جامعه داره، اینها توامان با هم دارن هویت فرد رو شکل میدن. و اگر خانواده آسیب ببینه به عنوان یک نهادی که بیشترین اثر رو داره در شکلگیری هویت آمریکایی، خب این برای اسپیلبرگ فاجعه است و دغدغه اصلیش انگار اینه که این خانواده رو به نوعی دقیقاً این خانواده فیلم‌هاش در واقع یک خانواده مینیاتوری از خانواده کل در واقع امریکا و حالا بزن من تمدن غرب، چون این آسیبی که ما توی فیلم‌های امریکایی نگاه می‌کنیم صرفاً مال خود قاره امریکا نیست. تمدن غرب به شکل در واقع جامع آلوده است به همچین مشکلی و این خودش این وظیفه رو دوش خودش حس میکنه که باید این رو اصلاح کنه و متاسفانه خب انتقال هم پیدا کرده دیگه. الان بیشتر جوامع بشری دیگه دوچار این بیماری متاسفانه شدن که حالا خودشون شروع کردن، یعنی شاید ابتدا به امر خود غربی ها شروع کردن این
فضا رو، ولی خب دامنگیر خودشون هم شد و انتقال پیدا کرد. اسپیلبرگ خیلی سعی کرده توی فیلم‌هاش این فضا رو در واقع نمایش بده، اما همواره از این که به یک پاسخی برسه اجتناب میکرد تا وقتی که جنگ دنیاها رو میسازه. توی جنگ دنیاها یه اتفاق جدیدی میفته، اونم اینه که حالا این پدر پسره میان و به یک وفاقی میرسن علیه اون دشمن بیرونیه، انگار میخوان که در واقع به یک تجمیع آرایی برسن. وقتی ازش میپرسن که خب چی شد که تو این کارو کردی، تو که همیشه این پدر پسرها با هم مشکل داشتن و درگیر بودن، هیچ وقت با هم نمیستن، گفت راستش بخوای من اون موقع که اون فیلم‌ها رو میساختم خودم بچه نداشتم. آره حالا که خودم بچه دارم و پدر 7 تا بچه هستم، حس میکنم که یه پدر برای حفظ خانوادهش باید هر فداکاری که لازمه انجام بده. یعنی اون جهانی که اسپیلبرگ داشته میساخته یک آسیب جدی داشته، اونم این بود که خودش پدر نبوده، خودش صاحب خانواده نبوده و خانواده رو داشته بیرون میدیده. حالا که خودش 7 تا بچه داره، خودش خانواده داره با یه نگاه دیگری اون پدر رو داره تفسیر میکنه و جالبه که باز هم در خدمت همون ایدئولوژیه. یعنی اینجا باز دوباره میاد از همین در واقع آموخته جدید خودش، از این ظرفیت جدید خودش، باز هم برای همون ایدئولوژی کار میکنه. حالا انگار که میخواد بگه ما همه این تمدن غرب باید بیایم در کنار هم دیگه، گویا یک دشمن بیرونی واحدی داریم هممون، میدونید؟ و این رویکردی که اسپیلبرگ داشته انگار اینجا هم داره درست جواب میده. و حتی توی فیلم هایی که ژانر جنگی هست ما میبینیم که این خانواده، مثلا خود نجات سرباز رایان، خب این اصلا چقدر بحث خانواده مهمه و اینکه این فرزندی که آخرین فرزند اون خانواده است باید نجات پیدا بکنه. و البته حالا بحث جنگ شد و جنگ دنیاها رو گفتی و نگاه خاص اسپیلبرگ به جنگ جهانی دوم یک نگاهی مبتنی بر فلسفه جنگ سزاوار، جنگی که اگر قرار باشه برای صیانت از ارزش‌های آمریکایی باشه، این جنگ خوبه. اون حرفایی که استاد سرکل و اینها میزنن راجع به جنگ خوب. و خب برای ورود به جنگ اسپیلبرگ به عنوان یک کسی که میتونه عرصه‌سازی رسانه‌ای انجام بده، میتونه اون سپهر عمومی رو در فضای فیلم‌های خودش شکل بده، بسیار نقش کلیدی داره. بازم فاصله نمیگیره در نگاهش به جنگ از مفهوم خانواده و از ارزش‌های آمریکایی. جنگ رو اصلا کلا نگاه آمریکا به جنگ یک نگاهی هستش که تا قبل از ورود به جنگ باید اقناع اتفاق بیفته، این سپهر عمومی شکل بگیره. ولی حالا برای تو وقتی جا افتاد، برای جامعه آمریکایی جا افتاد، برای کشورهای دیگر جا افتاد که آمریکا به حق وارد این جنگ شده، دیگه ما مدلی از جنگ نیچه‌ای رو شاهد هستیم. مدلی که در اون هر چقدر وحشیانه‌تر عمل بکنی، هر چقدر قسی القلب‌تر باشی، هر چقدر کشتار بیشتر باشه، این جنگ درست‌تره. و اصلا نیچه میگه که انسانیت چه مزخرفیه. انسان ها همواره در حال، با اون نگاه هابزی هم اگر بخوایم ترکیب بکنیم، همواره به این سمت میرن که همدیگر رو بدرند و فقط شما باید این ذهنیت رو آماده بکنی، تلطیف بکنی، یه جورایی رویا سازی بکنی که الان فقط باید بپذیرن اینکه وارد جنگ شدی دیگه این شوخی‌ها نیست، اخلاق موضوعیت نداره، ایدئولوژی موضوعیت نداره و فقط در رند خویی آمریکا موضوعیت داره که ما در طول تاریخ این رو دیدیم. و اسپیلبرگ از این جهت که جنگ رو متصل میکنه به خانواده و اون نگاه خانواده محوریش و در خدمت ارزش‌های آمریکایی یک نوع جنگ سزاواری رو به ما نشون میده، خیلی کار مهم و بزرگی رو انجام داده. ششم ژوئن 1944 بیش از 100,000 نفر از نیروهای ارتش متفقین از آسمان و زمین بر سر نیروهای نازی باریدند. بعدها مهر اسپیلبرگ بر اقتباس سینمایی این اثر خورد و با موسیقی ماندگار جان ویلیامز بر خاطرات حک شد. ارکستراسیون غنی، ملودی دراماتیک و استفاده از سبک‌های مختلف موسیقی از ویژگی‌های جان ویلیامز است که با حضورش در بیشتر آثار اسپیلبرگ تبدیل به یکی از اصلی ترین المان‌های سینمای او شده.
غیر از موسیقی، امضای اسپیلبرگ در دکوپاژها، داستانگویی و شخصیت پردازی ها نمایان است. او در فیلمهایش از نمای آسمان بسیار استفاده می کند، مثل رد شدن یک ستاره دنباله‌دار و گاه غروب خورشید. اسپیلبرگ برای جلب نظر بیننده در برخی سکانس‌ها با ظرافت تمام با نور و سایه بازی می‌کند، مانند سایه اولین دایناسور در پارک ژوراسیک. تصویربرداری‌های غیر مستقیم مثل بازتاب تصویر در شیشه از دیگر المان‌های کار اوست. فیلم‌های او گاهی برگرفته از واقعیت، وقایع تاریخی و گاهی فانتزی‌های جهت‌دار مثل هوش مصنوعی و گاهی ترکیبی از واقعیت و چاشنی خیال هستند. عنصر خانواده و کودکان نیز در آثار او به وفور دیده می‌شود. جلوه‌های ویژه در آثار اسپیلبرگ از دیگر ویژگی‌های سینمای اوست که موفقیت بسیار زیادی را برای این کارگردان به همراه داشته. Dinosaurs are coming back to life today in the new movie Jurassic Park. Today is opening day for Jurassic Park. Steven Spielberg's dinosaur epic is the movie to see this summer. It was fantastic. It was so scary. Jurassic Park is going to be a box office hit. $50 million. $900 million. Now get ready for Jurassic Park merchandise. Jurassic will be the biggest picture of all time. منتقدین بارها او را هوادار جلوه‌های ویژه حیرت‌آور خطاب کردند. بسیاری او را افسانه‌سازی مدرن می‌دانند که از سالن سینما به منزله تریبونی برای ارائه ایدئولوژی‌هایش استفاده می‌کند. محتوایی که با فرم در هم تنیده و اثری متفاوت ارائه می‌کند. توی نجات سرباز رایان حتما خاطرت هست که افتتاحیه فیلم تو ساحل نورماندی داره رخ میده و یک حجم عظیمی سرباز داره وارد میشه با قایق و اینا که وارد میشن تیراندازی آلمان ها و این نبردی که در واقع توی ساحل داره رخ میده. خب یک صحنه عظیم تقریبا 20 دقیقه طول این در واقع سکانس هست. من یه چیز شنیدم اینو دوباره تکرارش کرده. آفرین، می‌خواستم همینو بگم. این صحنه با این عظمت یک بار فیلم برداری میشه. به نظر میاد. بله، یک بار فیلم برداری میشه و بعد که میرن در واقع راشا رو نگاه میکنن میبینن که خب اون اتفاقی که مد نظر استیون اسپیلبرگ بوده رخ نداده تو تصویر و همه اینها رو تکرار میکنن. یعنی کل این اتفاق بازسازی میشه و یک بار دیگه رخ میده تا اون اتفاقی که مد نظر استیون اسپیلبرگ هست توی صحنه در بیاد. حالا چطوری این کارو میکنن؟ این که متوجه میشن دوربینی که دارن ازش استفاده میکنن چون دوربین جدیده و اون ساختاری که سال مثلا 1942 زمان جنگ جهانی دوم دوربین های این ساختار رو نداشتن. خب این باعث شده یه تفاوتی با اصل ماجرا که اون نگاه رئالیستی اسپیلبرگ خب تفاوت داشته باشه. آره، میره کلام چای میخوری یا قهوه؟ البته قهوه. خب شما میرن یک ایرادی رو روی دوربین قرار میدن. خب تا وقتی که دارن فیلم برداری میکنن اون حسی که انگار با یک در واقع دوربین زمان جنگ جهانی دوم این کار فیلم برداری شده به بیننده منتقل بشه. آره. و دقیقاً این اتفاق رخ میده. یعنی شما وقتی فیلم رو میبینید متوجه میشید که این صحنه ها خیلی صحنه‌های رئالیستیه، خیلی خاصه و درست انگار تو همون فضا رخ داده. آره خیلی خوب. این علت دقیقاً به خاطر دوربینیه که ازش استفاده شده برای این در واقع بازسازی این صحنه. اما همه اینها رو اگر شما هنر در نظر بگیری برای ساخت یک فیلم در خدمت یک ایدئولوژیه، در خدمت یک پیام، یک ایدئولوژی، تفکر و یک پیام. فکر میکنم که بسیار هم عالی شد. و مطمئنا این دقت نظر از استیون اسپیلبرگ خب توقع میره دیگه. یعنی شما وقتی که میخوای یک پیام مهمی رو به مخاطب القا کنی و اون رو درگیر موضوع کنی این دقت نظر رو نیاز داری. باید تو قالب یک فرم
متناسب با اون محتوا باشه، یک فرمی که البته خب هنریه. یعنی اسپیلبرگ واقعا یک کارگردان هنرمنده، اما این نگاه که سینما چون هنره و این نگاه ریداکشنیستی که کل سینما رو فروکاست بدیم به هنر، این یه مقداری محل بحث و چالشه و خلاف واقعه و خلاف ماهیت سینماست. این البته حرف هنر برای هنر بیشتر از زمانی مطرح میشه که ما خب در ویکتور هوگو تو اون فضای ادبیات دوره رمانتیسم و اینکه اصلا خود هوگو یک رمانتیسم به نام بود، این بحث هنر برای هنر شکل گرفت. بعدها ما میبینیم که این نگاه هنر برای هنر با تئوفیل گوتیه با اون حرفای ضد رمانتیستی که زده اتفاقا، اما در امتداد رویکرد هوگو زده میشه، همزمان با اون ویکتور کوزین هستش که این رو میاد تئوریزه میکنه. یعنی این بحث هنر برای هنر یک وجه تئوریک هم پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه، میاد جلو. هر فصلشون هم اینه که هنر باید آزاد باشه، در خدمت یک ایدئولوژی، ارزش، اخلاق نباید باشه. هنر جهت نداره، هنر فقط برای خودش هستش که مهمه، برای زیبایی، هنر برای زیبایی که بشر بهش احتیاج داره. و این حرفایی که البته خب بعدها با ریچیو دو کانودو وقتی سینما رو میاد به عنوان یک هنر تعریف میکنه و امتداد نگاه اون در فرمالیستایی مثل مانستربرگ و آرنهایم و بعدها اون جریان فرمالیزمی که در سینما شکل میگیره، همه اینها با هم یک التقاطی رو شکل میدن که بگن سینما هنر است که ما این رو میپذیریم سر جای خودش، اما تنها هنر نیست. و اسپیلبرگ اتفاقا اینو خوب فهمیده. اسپیلبرگ میدونه چی میخواد بگه و میدونه چگونه باید بگه. سینماش مخاطب محوره، زبان سینما رو خوب میشناسه، از نگاه مخاطب میبینه یک بار اون ایمیجی رو که میخواد تولید بکنه و اون جذابیت هایی که اثرش میتونه برای مخاطب داشته باشه رو خوب میاد بازآفرینی میکنه. واقعا هنرمنده و واقعا رویاسازی کرده. دقیقا همینطوره. آثارش هم همین رو نشون میده دیگه. ما وقتی که آثار اسپیلبرگ رو بررسی میکنی، همونقدر که نجات سربازرایان این دقت توش وجود داره، بازیکن شماره یک آماده هم همینقدر این دقت توش وجود داره و تمام این جهانبینیه انگار اونجا داره انتقال پیدا میکنه به یه آینده‌ای که این آینده کاملا خواهش میکنم کاملا قابل در واقع واقع شدنه و همه ما داریم میریم که بهش برسیم. اونجاست که اسپیلبرگ میاد اون نگاه فیوچرولوژیستی که داره توی حوزه سینما از طریق این قصه به مخاطب القاش میکنه. دقیقاً. و من فکر میکنم که اگر همین بحث اینکه هنر برای هنر رو اسپیلبرگ خیلی درست فهمیده و بعد این رو در خدمت این گرفته که هنر فقط برای هنر نیست و قراره که یک مفهومی رو، یک فلسفه رو، یک ایدئولوژی رو انتقال بده، آثار اسپیلبرگ رو میشه دونه بدونه با این رویکرد تحلیل کرد و همشون این ویژگی ها درش مستتر هست. و تو بحث تحلیل، حالا با اون حرفی که جولیو کریستووا میزنه تو بحث ببخشید من مثلا حرفی که اعتقادی که کسی مثل جولیو کریستووا داره تو بحث در واقع اینترتکستوالیتی، اینکه یک اثر رو ما باید با اون کانتکست و زمینش بفهمیم. اثر هنری رو، اون متن ادبی رو بخوایم از زمینش جدا بکنیم، خیلی مشخص نمیشه که این چطور شکل گرفته، ساخته شده و چه حرفی رو میخواد بزنه. و یا حالا نگاه‌های تطور پیدا کرده و کامل شدهش که ما در ژرار ژنت می‌بینیم و بحث ترانسکشوالیتی و اینها، همه اینها به ما میگه که باید در یک رویکرد هولیستیک، کلگرایانه، اثری که داره ساخته میشه رو در زمینه فرهنگی، در شرایط زمانه و در نسبت با دیگر آثار ببینیم. یه موقع ما توی خود فیلم نگاه هولیستیک داریم، نگاه کلی گرایانه داریم و حرفمون اینه که ببینیم که این پدیده ها و رویدادهایی که داخل فیلمه، اینها چه نسبتی با کل فیلم برقرار میکنه و در خدمت چه پیامی هست. یه موقع نه از خود فیلم خارج میشیم، میاییم به ارتباط فیلم با زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیلم نگاه میکنیم. مثلا فیلم ایتی رو توی مقطع زمانی ساخته که یک اتفاقات، یعنی یک روحی شکل گرفته در اون فضای اجتماعی و فرهنگی آمریکا. این رو باید تو اون زمینه بفهمیم
و اصلا حرفی که اونجا میخواد بزنه چه حرفیه. یک فضای در واقع ترنس مدرنیه که حرفی هم که میخواد بزنه یک حرف ترنس فیزیکاله، یک موجود فضایی، حالا با اعتقاد اون یوفولوژیستا فضا نوردگرایی و این حرفایی که حالا بالاخره تو این حوزه مطرحه، یک حرفی رو میخواد بزنه که یک موجودی از فضا اومده و اینها رو میدونیم مثلا خب امتداد علمی هم داره. و اصلا چرا فهرست شیندلر رو اون موقع داره میسازه، یعنی بستر فرهنگی و تاریخی که این پدیده درش ظهور کرده باید فهم بشه تا خود اثر فهم بشه، تا خود کریتور و خالق اثر فهم بشه. همه اینها رو ما وقتی جمع میکنیم کنار هم و از بیرون بهش نگاه میکنیم، شاید این عبارت رو اینطور بگم بهتره که با یک چشم چهارمی وقتی داریم اینها رو نگاه میکنیم از بیرون خود اثر، اونجاست که ما میتونیم جهان اسپیلبرگ رو بفهمیم که در ژانرهای مختلف یه حرفی داره برای گفتن، صرفاً یه فرمالیست نیست، صرفاً قرار نیستش که یک اثر سینمایی رو تولید کرده باشه که هنر خودش رو نشون بده. دقیقاً همینطوره. و حالا چون به ایتی اشاره کردی، اون نگاهی که ایتی درش ساخته میشه با همه اون ویژگی هایی که صحبت کردیم، اسپیلبرگ چطور شخصیت هاشو داره میچینه و بعداً توی برخورد نزدیک از نوع سوم باز همون روند در واقع وجود داره. همه اینها در دوره نه ممنون من تلخ میخورم مرسی، همش داره تو دوره رقم میخوره به نام دوره جنگ سرد. یعنی وقتی که قرار هست یک دشمن بیگانه‌ای رو به تصویر بکشن که این بیگانه ها چطور دارن به ما آسیب میزنن، ولی قرار نیست که بگیم این بیگانه ها آدرسش اینجاست، قرار این رو از بیرون نشون بدیم، ماهیت علمی بهش بدیم تا جذابتر بشه، یعنی آلودش میکنیم به مسائل علمی، به مسائل تکنیکال، مضامین و مفاهیم پیچیده‌ای که باید اون اثر در دل خودش داشته باشه و مبتنی بر اون شکل گرفته باشه. گرچه یکی شاید اعتراض بکنه که اصلا اسپیلبرگ فیلسوف نیست، ما هم نمیخوایم این مفاهیم فلسفی رو، حالا اون طوری که در این کتاب استیون اسپیلبرگ به فلسفه گفته شده یه جایی اصلا تحمیل مفهوم فلسفی، نه، با یک رویکرد پدیدارشناسانه خارج میشیم، خود فیلمو میذاریم ببینیم خود فیلم به ما داره چی میگه. بله. آیا یک حرف فلسفی میخواد بزنه، یعنی در خدمت یک این پیامی که داره میگه در خدمت یک مفهوم فلسفی، در خدمت یک مضمون فلسفی، در خدمت یک مکتب یا نگاه فلسفی هست؟ آیا از خود اثر این رو ما میفهمیم؟ و اگر میفهمیم اینجاست که نسبت فلسفه با جهان اسپیلبرگ برقرار میشه و میشه با عینک فلسفی به آثار اسپیلبرگ نگاه کرد. هالیوود به عنوان نماد اتم سینمای آمریکا مؤلفه های اندیشه روح آمریکایی را به گزاره های هنری تبدیل کرده و در ناخودآگاه مخاطب خود می نشاند و همین امر آن را به یکی از مهمترین ابزارهای پیشبرنده هژمونی ایالات متحده در جهان مبدل کرده است. استیون اسپیلبرگ سینماگر تراز این میدان نبرد احساسی در قالب هنر است. اسپیلبرگ هنرمندانه روح آمریکایی را در کسوت رویای آمریکایی درآورده و به عنوان گزاره‌ای حسی در نهاد مخاطب خود می‌کارد. و چون این جراحی نرم در ناخودآگاه ذهن بیننده اتفاق می‌افتد، بدون کمترین مقاومتی صورت گرفته و رویای آمریکایی چون خون در رگ‌های جامعه جریان می‌یابد. اساساً کار اسپیلبرگ رویاسازی است، همونطور که کار کمپانی فیلمسازیش این است، دریم ورکس. در واقع این خود اسپیلبرگ است که در کسوت یک معلم خالصانه برای رویای آمریکایی می جنگد. خلاصه این که استیون اسپیلبرگ از یک شخصیت چند بعدی برخوردار است. او نه تنها تهیه کننده سینما و کارگردان،
بلکه یک افسر وفادار ارتش ایالات متحده آمریکا در حوزه قدرت نرم است. شخصی شبیه جیمز دانوان در پل جاسوس ها. سینمای غرب با کنشگری لژیون‌های وفاداری همچون استیون اسپیلبرگ توانسته است روح ایدئولوژی مادی و جهانخوارانه خود را در قالب رویاسازی به تار و پود زندگی مردم جهان امتداد دهد. انقلاب اسلامی ایران که در بطن منازعه جهانبینی های غیر وحیانی شرق و غرب پرچم ایمان و معنا را برافراشت، به معنای واقعی کلمه انفجار نور بود. همین گزاره به خودی خود ماهیت رویاگونه داشته و ظرفیت تبدیل شدن به انگاره های حسی و هنری را دارد تا بتواند در جامعه تشنه جهان امروز آبی بر آتش جهان بینی های سلطه‌گرایانه باشد. سینماگر مسلمان ایرانی اگر تنها یک رسالت داشته باشد، والایش مفاهیم بلند و متعالی اسلام و قرآن در کسوت رویای ایمانی، قرار دادن این رویا در قالب و فرم ایرانی و انتقال آن به قلب و فؤاد مخاطب خواهد بود.